جنازه هایی رو دیدیم و با خانواده ها صحبت میکردیم، میگفتن اینا رفته بودن مثلا سوپرمارکت، یکی از افراد رفته بود یا بعضیا کارمند بانک بوده، یکی با پاره آجر یک گوشه وایساده اغتشاشات تموم بشه بعد بره و فاصله داشته با پاره آجر زدنش. دستفروشی که هنوز که مردمی که کاری ندارن، اتفاقا اون مردمی که کاری ندارن به این تجمعات رو اونها و خانواده دیدن و والله که یک چنین تصاویری رو من توی عمرم تا حالا ندیده بودم. جنازه هایی رو دیدیم و با خانواده ها صحبت میکردیم، میگفتن اینا رفته بودن مثلا سوپرمارکت.